این دو نفر سارقینی است که توسط قماندانی جبل سراج گرفتار گردیده. فعلا در محکمه ابتدایی جبل سراج حاضر گردیده که چیزی که به سرقت رسیده یعنی اطلاع است و 3 تا موبایل است توسط تفنگچه و چاقو اینا در خانه دزدی کردن. بگو بچه نامت چی است؟ فردین. فردین؟ بچه کیستی؟ عبدالرشید. عبدالرشید. چه رقم دزدیدی گپارا بگو. رفتم در خانه تاش دادیم دزدی کردم. بلند بگو. در خانه تاش دادیم دزدی کردم. چه رقم تاشیدی؟ روی دیوار. از روی دیوار. چطور از روی دیوار تاشیدی؟ حرکت رسمان. رسمان. و بایک از کیست؟ بایک ایشی بیار. اسمان. استر کو بایک. داخلی بایک چی می بود؟ رسمان است که رنج پالا. بلا بتر دزدی ها. رنج پلاس. خواه. تو بگو چی رقم کردین؟ نامت چی است؟ زبور. بچه کیستی؟ بچه عبدالقدیر. از کجاستی؟ از تاجکان. تاجکان جبل سراج. در خانه کی در آمدین؟ آیسا ناصر. آجی ناصر. چی دزدی کردین؟ این چیزایی که میگم. یعنی می چیزایی که اینجا است. دیمی را شما دزدیدین. حالا هر آنچه که حکم شریعت در حقتان فیصله کنه آماده است انشالله؟ آماده هستیم. ها؟ تو؟ بله. تشکر.